شیعه مذهبی بر حق یا پدیده‌ای گمراه؟ ولذا تنها مذهبی که در زمان شخص رسول الله وجود داشته مذهب شیعه هست و پیامبر اکرم آن را شیعه و تشیع نام نهاده. ما این را از ابن حجر نقل می‌کنیم. چرا؟ ابن حجر دشمنترین عالمان اهل سنت در مورد تشیع می باشد، چون کتاب نوشته به نام الصواعق المحرقه در کفر و زندقه شیعیان. ایشان با سلسله اسنادش از ابن عباس نقل می کند هنگامی که آیه شریفه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه نازل شد، آقا رسول الله خطاب به امیرالمؤمنین فرمود و انت و شیعتک، این خیر البریه تو و شیعیان تو می باشد. تأتی انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضیین، تو و شیعیانت در روز قیامت در حالی که خوشنود هستی و خدای نیز از شما خوشنود است می آیید و یأتی عدوک غضبانا مقمحین، و دشمنانت هم خشمگین و دسته هاشون به گردن بسته شده می آیند. اولا، آیا شما از تاریخ تشیع باخبر نیستید که چه زمانی نام شیعه به میان آمد؟ و آیا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم گروهی به نام شیعه وجود داشت که نامی از این گروه ببرند؟ حقیقت آن است که وقتی از لفظ شیعه در قرآن و حدیث نام برده می شود، مراد معنای لغوی آن است، نه گروه شیعه خرافی که فعلا وجود دارد. ثانیاً، اهل سنت مانند شیعیان نیستند که مذهب خود را بر اساس احادیث ضعیف و موضوع بنا نمایند، بلکه علم جرح و تعدیل در مذهب اهل سنت جایگاه والایی دارد که هیچ حدیثی را بدون بررسی سند آن قبول ندارند و حکم صحت به آن نمیدهند. این حدیث را علما ضعیف دانستند، چون در سند آن شخصی به نام ابو جارود زیاد ابن منذر کوفی است که علما آن را رافضی دروغگو می‌دانند. چنان که ابن حجر در تقریب التهذیب صفحه 221 در مورد او میگوید: رافضی کذبه یحیی بن معین. رافضی است که امام یحیی بن معین آن را دروغگو دانسته. ثالثاً، آیا پیروی و شیعه بودن علی رضی الله عنه با ادعاست یا با عمل؟ آیا کسانی که امروز سنگ پیروی عیسی مسیح و موسی کلیم علیهم السلام را به سینه میزنند پیروان واقعی ایشان هستند؟ شما هم وضعیت بهتری از آنها ندارید. ادعای محبت و پیروی امام علی رضی الله عنه را دارید، ولی در اعتقاد و عمل مخالف با ایشان هستید. علی رضی الله عنه موحد بود و مسلمانان موحد شیعه ایشان هستند، نه کسانی که گاهی ایشان را شریک الله متعال قرار داده و گاهی فردی شکست خورده و ترسو و بی غیرت جلوه می دهند. پس شیعیان واقعی امام علی رضی الله عنه اهل سنت هستند، کسانی که ایشان را دوست دارند و او را شجاع و با غیرت می دانند و او را با الله متعال شریک قرار نمی دهند. رابعاً، ابن حجر هیثمی بعد از ذکر این روایاتی دیگری را هم نقل می کند که دلالت به کفر و زندقه شیعیان رافضی دارد. از آن جمله از ام سلمه رضی الله عنها روایت شده است که فرمودند: كانت ليلتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندي فأتته فاطمة وتبعها علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت وأصحابك في الجنة، أنت وشيعتك في الجنة، إلا أنه ممن يزعم أنه يحبك أغوام يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم
لهم نبز يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فجاهدهم فإنهم مشركون. قال يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف الأول. پیامبر صلی الله علیه و سلم در نوبت من نزد من بود که فاطمه رضی الله عنها و به دنبال ایشان علی رضی الله عنه تشریف آوردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به علی رضی الله عنه فرمودند ای علی، تو و یارانت در جنت هستید، تو و شیعت در جنت هستید، اما کسانی هستند که ادعای محبت تو را می کنند که اسلام را کوچک می شمارند و از آن بیرون می شوند. قرآن را می خوانند اما از گلوهایشان بالا نمی رود. ایشان به لقب رافضه یاد می شوند. اگر ایشان را دریافتی با آنها جهاد کن، زیرا آنها مشرکانند. علی رضی الله عنه فرمودند ای پیامبر الله، نشانه آنها چیست؟ فرمودند به نماز جمعه و جماعت حاضر نمی شوند و به پیشگامان اول طعن وارد می کنند. المعجم الاوسط طبرانی جلد 6 صفحه 355 شماره 6605، از شریعه آجوری جلد 5 صفحه 2515. اگر شما به روایات ابن حجر هیثمی در الصواعق المحرقه باور دارید و به آنها استدلال می کنید، پس به این روایت او هم استدلال کنید.